بهو بهو به. سلام و درود بیکران بر تو ساکن گل سیاره زیبای زمین. چه خبر و احوال؟ خدا قوت. سلام 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 عشق، حالا چطوره؟ خوبی؟ سلام سلام. بهو بهو به. دیدم یه چند دقیقه‌ای داریم، یه صحبت خیلی جالبی هم داشتیم. گفتم اینجا هم یه صحبتی بکنیم، یه خدا قوت بگم خدمت شما ساکنین عشق سیاره زیبای زمین و اینکه قدر این روزا رو خیلی بدونیم. خیلی دیگه نمونده، پورتال 12 رو داریم و به حول و قوه الهی تمامی انرژی های قدیمی که درون خودمون وجود داره، خیلی وقتمون میگیم پاکسازی انرژی میشه و افراد فکر میکنن که ترکیب و چیدمان آدم های دورشون، انرژی های دورشون، اجسام و اشیاء دورشون و یا بودی که در اون حضور پیدا میکنن تغییر میکنه، که حقیقت امر چیز دیگه ایه. حقیقت امر اینه که شما یه سری انرژی ها رو دیگه نمیخوای با خودت به مرحله بعدی رشد خودت ببری. تمامی ایگوها، تمامی باورهای خرافی، تمامی فرکانس هایی که از فرکانس عشق الهی یا عشق بی قید و شرط نیست، تو انتخاب میکنی، من انتخاب میکنم که در ورژن جدید خودم این فرکانس رو دیگه ملاقات نکنم. این فرکانس رو از درون خودم سویچش کنم به next level، مرحله بعد. دم همه تون گرم، این همه سال بودین و پایه بودین و در صحنه بودین و دم همه تون گرم. انقدر کار کردین روی خودتون، انقدر با عشق زمان گذاشتین، انقدر با عشق ساختین و چیزی رو ساختین که این روزها قیمتیه، این روزها موندنیه. سلام و درود بیکران بر تو ساکن گل سیاره زیبای زمین. و این نهضت ادامه دارد. یعنی ما پورتال 12 رو داریم. پورتال 12 یک کلوژره، یک جمع‌بندیه با خودت چندی. چه فرکانسی رو در ساحت وجودی خودت میپذیری و چه فرکانسی رو دیگه اجازه نمیدی. خدا رو شکر شما هم در زمین بعد پنجم حضور دارید و ورود به اون عشق بدون قید و شرط، به اون عشقی که ایگو در اون وجود نداره، از نیاز نمیاد، از ایگو نمیاد، از شرط و شروط نمیاد. اون کلید اصلیه که وقتی درون خودت اونو پیدا کردی، درون کسانی هم که در اون فرکانس باشن برقش رو میبینی، عشقش رو میبینی، حضورش رو میبینی. و حالا یه اتفاق جالبی هم افتاد. نصف شب یکی از دوستان از استرالیا تماس گرفته بود، بعد به یه جایی رسید، گفتم متخصص این یکی دیگه از دوستان تو آمریکاست. بعد تو یه کنفرانس کال شد، ساعت نمیدونم خیلی صبح بود، اصلا به شکل عجیبی اون برقرار شد. ولی بیداری، آگاهی زمان نداره. یکی میتونه اون طرف دنیا تو اون فرکانس باشه، میاد ست میشه. زمین قبلی بله پر جک و جونور بود و همیشه بوده.
یه چیزی هست که ما داریم فکر میکنیم، میگیم اگر ما بیایم توی فضای آگاهی، به خاطر زمان حاضر ما توی این فرکانس هستیم، ولی بزرگان ما در زمانهای گذشته در زمین بود 5 حضور داشتن و زندگی میکردن. عشق و نور بسیار جاری است. چند دقیقه اومدم خدمتتون سلامی عرض کنم، بگم که چه خبرها، احوال و اینکه حال شما چطوره، در کدامین مرحله هستین و این روزهای طلایی رو از دست ندین. خیلی نمونده تا پایان 2025، ولی با پایان امسال همه در مسیر اصیل عشق و نور حضور پیدا میکنن. شما پیش بینیتون قوی شده. باریکلا باریکلا باریکلا. یه صحبتی هم که داشتیم میکردیم این بود که چشم سوم خیلی فعالتر شده، خیلی چیزهای بیشتری رو شما میبینین و این مراقبت میخواد، این قدردانی میخواد، این شکرگزاری میخواد و این درایت و آگاهی میخواد که شما اون چیزی که داری میبینی و قدرت تحلیلش رو هم داشته باشی. و خداوند رسولانی برای شما میفرستد که پیام‌هایی به شما میدهند که شما قرار بوده الان توی این لایف این آگاهی، این سطح فرکانسی و تجربه بفرمایید. به و به و به. حضرت هم اینجا حضور داره. خیلی وقت بود ندیده بودم. چه خبرها، چی کارا میکنی؟ ولی دمتون گرم و سفت و سخت و همچینی. سفت و سخت که نه، حالت جاری بودنه، ولی اون مراحل گذار از آتش، اون مراحل حضور در هسته مرکزی عشق و اون تراوت و تازگی درون خودتون، اون زنده شدن روحتون به تمامی فرکانس های عشق و نور الهی. درود بیکران بر تو. اینو حتما مد نظر داشته باشین و همه چی فرکانسه. اطراف خودت رو نگاه میکنید، تک تک چیزهایی که میبینی فرکانس های خودته. شیفتینگ بزرگ در راهه و دونه دونه چیزهایی که اطرافت میبینی، دونه دونه منیفستیشن ها و خلق های فیزیکی که داری ملاحظه میکنی و خودت با فرکانس خودت خلق کردی و تو میتونی بهتر خلق کنی، تو میتونی بزرگتر خلق کنی، تو میتونی با عشق بیشتر خلق کنی. تو اگر عاشقانه خلق میکنی میتونی با عشق بی قید و شرط خلق کنی و خلق و عشق و نور بی نهایته. چیزی نیست که بله، انرژی عشق و نور بسیار جاری است و انرژی شما هم در این لایو رسید و از خلوتی مسیر اصلاً نهراسید. قرار نیست چیزهایی که در فرکانس های بالا گفته میشه افراد زیادی بر روی زمین در زمان زمینی همین اکنون بگیرنش. 8 میلیارد موجود ما اینجا داریم و همین فرکانس رو با دقت انتخاب کنین. فرکانسی که انتخاب میکنین فرکانسی باشه که عشق و نور الهی و درک، تفاهم، صلح درون، عشق به خود حضور داشته باشه. اونجایی که به خودت عشق ندادی اطرافت پر میشه از کسانی که بهت عشق نخواهند داد. اونجا که با خودت در صلح بودی اطرافت پر میشه از افرادی که با تو در صلح هستن. که چاکرای شما هم شروع به نبض زدن کرده. سلام و درود بیکران. میبینم چه روحای خوبی در این لایو دارن میان. به به به. عشق و نور بسیار جالی است. خدا رو شکر اکتیویشن ها هم داره انجام میشه. حالا دوستانی که این لایو رو میبینن
با صدا اکتیویشن انجام میشه، با دیدار اکتیویشن ها انجام میشه و آپگرید های خیلی زیبایی ما داشتیم در این دوره. خدایا شکرت. و بدن های فیزیکی ما همه آپدیت شد. همین الان دارم من این سری پیام میگیرم از دوستانی که در نقاط بسیار خوبی هستن، ساکنانی که در زمین بعد 5 حضور مستدام دارن. به. خب دیگه سفارشون رو نکنم، حسابی در عشق و نور فراوون باشین. جاتون خالی، منم بایدم یه جایی نگم براتون، یه ویو هم بهتون بدم از اینجا. روح ها پشت روح بعدی. حسابی در عشق و نور فراوون باشین و شب خوبی رو براتون از یگانه پروردگار این هستی آرزومندم. بازم دمتون گرم، ببینم چه میکنین. عشق منین، حسابی مراقب خودتون باشین. به تازه